مهماندار هستیم با اسحاق جویا، فعال فرهنگی در رابطه به ویژگی‌های یک جامعه پویا یا جامعه پویا صحبت می داشته باشیم. سلام بر شما، خسته نباشین، خیلی خوش آمدید. سلام و درود خدمت شما، امیدوارم شما هم خوب باشین. بخیر و عزت باشین، سلامت. تشکر، زنده باشین. بخیر باشین. خیلی خوشحال هستیم که شما را داریم. در رابطه با جامعه پویا صحبت می داشته باشیم. قبل از اینکه بپردازیم به مواردی که مربوط به جامعه پویا میشه، یک معرفی مختصر از جامعه پویا داشته می باشیم که یک جامعه پویا چه ویژگی‌هایی داشته می باشه. به نام آن که هستی جان از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام آن که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور امید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. در رابطه با جامعه پویا، پویا یک لفظ فارسی است. جامعه پویا یعنی جامعه سیال، جامعه متحرک و جامعه‌ای که در حال جریان هست. جامعه‌ای که شاخصه‌های توسعه و شاخصه‌های رشد و پیشرفت در از جامعه هست. و میگه جامعه پویا. خیلی خوب. چی عوامل سبب این میشه که یک جامعه پویا شود؟ کدام موارد را در بر میگیره؟ دیدگاه ها متفاوت هست یا به یک نقطه وصل میشه؟ یا البته دیدگاه ها متفاوت است و این برگشت داره به فرهنگ یک جامعه، این برگشت داره به مو ظرفیت زمانی که یک جامعه قرار داره. لذا برداشت ها، قضاوت ها و دیدگاه ها متفاوت است در رابطه که یک جامعه داره چه شاخصه هایی باشد. البته یک جامعه پویا به باور من دارای شاخصه های مهمی هستند. یعنی یک جامعه پویا همدیگر پذیری داره، یک جامعه پویا عدالت اجتماعی داره، یک جامعه پویا نقد پذیری داره. اینا شاخصه های جامعه پویا هستند. جامعه پویا هستند و آنچه که عامل مهمی برای پویایی یک جامعه به نظر من علم و فرهنگ هست، مخصوصا مسئله علم. بسیار خوب. جامعه افغانستان رو چگونه فکر میکنن از دیدگاه شما؟ چه قسم است؟ چقدر رسیدیم به خط اصلی و میاری؟ جامعه ما، جامعه افغانستان، خب ما اگر از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، در بعضی از مقاطع تاریخی جامعه ما جامعه پویا بوده به نسبت به سوی جامعه های دیگر که او زمان در نظر بگیریم، به امو زمانش، به امو شرایطش، جامعه ما او زمان مثلا پویا بوده از یک لحاظی. خب حالا برگشت در از که تاریخ مطالعه کردیم، یک زمانی مثلا چه سرحدی قرار داشتیم و قرار بودیم در شرایطی که او زمان بودیم. لذا امروز هم از یک جهتای ما در نظر میگیریم جامعه پویا هست. مثلا از لحاظ همدیگر پذیری یک در نظر بگیریم، خوب این فرهنگ همدیگر پذیری الحمدلله که ترویج شده در این جامعه ما رو به رشد هست. این یک امر واقعیت هست. ما بیاییم واقعیت ها را باید بپذیریم و واقعیت ها را ببینیم و بازگو کنیم برای مردم. از لحاظ اتحاد همدیگر پذیری خب با اینکه تبلیغات دشمن هسته، با اینکه تهاجم فرهنگی دشمن هسته، ولی الحمدلله مردم افغانستان از همدیگر پذیری خوبه. یعنی با اینکه دارای مثلا باورهای مختلف شاید باشه، دارای فرهنگ‌های مختلف شاید باشه، ولی همدیگر پذیری داره. این دیدگاه اگر ما در نظر بگیریم میتونیم بگیم ما یک جامعه از یک جهت، ولی بازم شاخصه‌های دیگه در حالی از این است که باید ما تک ما که عضو جامعه افغانستان هستیم مسئولیت داریم که تلاش کنیم و شاخصه‌ها رو متحقق کنیم. شاخصه های مثل مثلا مشارکت مردم، شاخصه های مثل مثلا نقد پذیری، اینا. خیلی خوب است. این بر ما بگوین که چقدر توانستیم از نگاه علمی و تعلیمی و خود کارکرد جوانا که نقش فعال در رسیدن به یک جامعه پویا دارن، چقدر توانستیم از این نگاه پیش بریم؟ چقدر نزدیک شدیم و جوانا دستاورد خوب داشته یا در راستای پویا شدن جامعه ما؟ بله، جوانا تلاش مونه، حرکت مونه. خب ما باید تلاش کنیم برای از که امید رو برای جوانا خلق کنیم. یعنی برای پویایی یک جامعه امید لازم هست. ما گفتیم باید ما واقعیت ها رو بپذیریم. از یک جهت خب متاسفانه که یک روحیه یأس و ناامیدی در بین جوانا هست. حالا این معامله های مختلفی وجود داره که این جوانا ها مثلا دچار یأس و ناامیدی شده. ما باید بیایم اول امید را که سررشته همه پیشرفت ها هست و مردمی که امید در جامعه داشته باشه خود متعلق به جامعه هست. او زمان برای بالندگی از جامعه کار میکنه، او زمان برای حیات از جامعه کار میکنه، او زمان برای سرزندگی از جامعه کار میکنه. لذا جوانا با اینه که خب از یک جهت هم دچار یأس و ناامیدی هسته، بازم تلاش میکنه، بازم تلاش های جوانا، یعنی واقعا تلاش های جوانان افغان چی در داخل از کشور چی بیرون از کشور ستودنیه. در هر مقطعی دستاوردهای خود را داشته،
و استعداد خاص خود را داشته و فعالیت می‌کند در زیر آشتا. این هم در داخل الحمدلله فعالیت‌های خوبی هست، یعنی ببینیم بازم انگیزه هست. خیلی خوب. خانواده چقدر کارکرد خانواده خصوصا والدین چقدر در پویایی جامعه نقش داره؟ دقیقاً زیربنای هر جامعه پویا خانواده پویا هست و این نیاز داره که باید یک خانواده پویا باشه. نقش مهم و اساسی در جامعه خانواده قطعاً داره، یعنی جامعه کوچک در واقع خانواده هست. لذا این برگشت از داره که باید یک خانواده باید پویا بشه، خانواده پویا بشه، پدر مادر خب کار کنه روی پویایی فرزندان خوب و روی از اینکه خب یک خانواده سالم در واقع بار بیاره. وقتی یک فرزند سالم داره، شخصیت سالم بار آورد، این می در جامعه کار کنه و جامعه را تبدیل به یک جامعه پویا مونه. خیلی خوب. رسانه هم تاثیرات داره؟ دقیقاً تاثیر رسانه ها بس بزرگ هست در پویایی جامعه، خصوصا در بازنشر خیلی از مسائل و برای انگیزه دهی برای جوانان، برای خلق کردن امید برای جوانان. لذا رسانه ها بسیار نقش بزرگ داره و رسانه ها یک مسئولیت بزرگ داره در از که در میهن خود، در وطن خود، در خاک خود برای مردم انگیزه خلق کنه، برای مردم مثلا شاخصه های پویا بودن را مطرح کنه و بعد جوانان را به زور سوق بده. این رقم. خیلی خوب. به نظر شما نسبت به دید شما به جامعه فعلی افغانستان اولین قدمی که گذاشته شده از سوی مردم افغانستان به خاطر نزدیک شدن به یک جامعه که واقعا پویا باشه از هر نگاه رسیده باشیم، چون ما در وضعیت فعلا قرار داریم که رو به پیشرفت هستیم، فرصت خوبی ایجاد شده، ما از یک جنگی که سالیان زیاد طول کشید فعلا با آزادی خود رسیدیم که کشور فرصت‌ها را برای ما مساعد ساخته. اولین قدمی که گذاشته شده کدام راستا باشه که ما برسیم به اصل هدف؟ بله، ما باید ساختارهای جدید رو بپذیریم و ساختارهای کهنه عبور کنیم. یک موضوع دیگه مخصوصا در راستای علم و آگاهی و دانایی گام برداریم که مهمترین عامل در نظر من فعلا در مرحله اول اینمی عامل هست. یعنی تمام تلاش ما، چی مردم، چی دولت، چی حکومت در کنار مردم و ملت در کنار دولت در زیر راستا باید تلاش کنه، خصوصا در راستای تعلیم و در راستای تربیت و تعلیم و آگاهی هم برای برای همه اقشار جامعه و برای همه اصناف جامعه و برای همه هم نوعان باید در راه تعلیم و آگاهی. و اگر بخوایم جامعه ما جامعه پویا باشه، اولا باید مردم ما در سرحد درک و آگاهی برسه در سطحی از علم و دانش. خیلی خوب. اقتصاد هم میتونه مسیر بده به رسیدن به جامعه پویا؟ بله، دقیقاً اقتصاد نقش مهم داره. اقتصاد نقش مهم داره. بازم در نظر از من باز این مسئله برگشت به علم دانش. یک نفر بازم علم اقتصاد رو باید داشته باشه، بازم دانش اقتصاد رو داشته باشه. یعنی اولین قدم ما روی علم دانش باید علم دانش باشه. بله، بازم مهمترین مهره علمی هست. خیلی خوب، خیلی خوب. توصیه شما به جوانان چی است؟ کدام کارا رو باید انجام بده که فعلا نیازمند اونها هستیم جدا از موضوعات دانش؟ از اونجایی که ما در یک جامعه قرار داریم که خب دارای اقوام متعددی هسته و دارای فرهنگ‌های متعددی هسته، خب یک از شاخصه‌های جامعه پویا ما ذکر کردیم که همدیگر پذیری بود. باید روی همدیگر پذیری کار کنه. خب بس مقوله همدیگر پذیری خدمت شما معنا کنیم. مقوله همدیگر پذیری احترام داشتن به باورها و اعتقادات هر فردی هسته. یعنی همدیگر پذیری یعنی پذیریش یک نفر با تمام باورها و اعتقادها و فرهنگ‌های متنوعش. مثلا وقتی که یک هموطنی ما که مذهبش مذهب جعفری هست، یک مذهب حنفی هست، خب اینا میتونه همدیگر پذیری را در جامعه ترویج کنه، با هم باشد، بپذیره یک دیگه. با اینکه که علی رغم اختلافاتی که داره، باید احترام داشته باشه با عقاید همدیگر، با باورهای یکدیگر. لذا همدیگر پذیری تجربه کنه. و پیشنهاد برای جوانها و توصیه نه، البته خواهش از جوانای وطندارای ما است که خصوصا روی مسئله همدیگر پذیری باید خیلی کار کنه. ان شاء الله متمرکز هستن. بخیر باشین. ما همه ما برادر هستیم، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. در رابطه با این بر ما بگین که بسایر هموطنان عزیز ما در کل چی پیام دارین، چی گفتنی دارین که اونو انجام بدن جدا از مسئله که فعلا بحث ما است؟ خب صحبت‌های از ما برای همه مردم افغانستان این هسته که همه ما از یک آب و خاک هستیم. دقیقاً. و
باید بپذیریم که هیچ کشوری بیگانه ای و هیچ خاک بیگانه ای برای از ما خاک وطن شده نمیتونه، برای از ما خانه شده نمیتونه. لذا تمام تلاش ما و تمام تمرکز ما در راه آبادانی از این سرزمین بشه، در راه آبادانی از آب و خاک بشه. لذا خب فریب تبلیغات زهراگین دشمن هم نخوریم. یعنی ما درسته که می امروز از دریچه تلویزیونی ملی صحبت منیم، ولی این باید بپذیریم که یک سلسله تبلیغات زهراگینی هسته که مثلا مضر به جامعه هسته، مضر به مثلا همزیستی مسالمت آمیز هسته، باعث میشه که اقوام از هم فاصله بگیره، باعث میشه که وطندارا از هم فاصله بگیره، باعث میشه که مثلا در راه تخریب افغانستان که مثلا سالهای سال متاسفانه ما مزه تلخشان رو چشیدیم، طعم تلخشان را چشیدیم، سالهای سال مثلا جنگ، تهاجم فرهنگی اینا بوده. لذا امروز یک فرصت مناسب برای ازی، لذا ما از هر هموطن خودی انتظار داریم که از این راستا گام برداره در راستای آبادانی از سرزمین و آبادانی از آب و خاک. بخیر با عزت باشین. خیلی سپاسمند هستم اسحاق جویا، فعال فرهنگی که در رابطه ویژگی‌های جامعه پویا هم کلام شدین. تشکر از حضورتان، موفق باشین. تشکر از شما، خداوند شما را حفظ کنه و سپاسگزاریم. سپاسگزاریم از شما که برنامه‌ها را دارین. داخل برنامه‌ها مفید هست برای جوانان، برای جامعه و بسیار پیام خوبی داره برای مردم. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین.